از ملای پرسیدن که چرا امامت یا ملایی نمیگیری؟ گفت از ملایی گدایی بهتر است. از ملایی گدایی نه، از همچو ملا گدا بهتر است. کسی که به عالم بودن خود، به امام بودن خود راضی نیست، به امامت و خطابت و این مقدسات ارزش نمیدهد، ارزشی ندارد. و این را بیاد داشته باشید که به مسائل دین و احکام اسلامی و فرامین اسلامی و مقدسات دین احترام بگذارید. هر کسی که به مسائل دین و احکام اسلامی و مقدسات دین از همه بیشتر ارزش میدهد، توفیقات خداوند بیشتر نصیب او خواهد شد. امروز اگر شما در یکی از ارگانها و مقامات دولتی وظیفه و مسئولیتی را بپذیرید، باید سابقه جهادی داشته باشید. همچنین اگر کسی میخواهد در این راه مقدس وظیفه و مسئولیتی را بپذیرد، باید سابقه پاک داشته باشد. کسی که سابقه خراب داره، مردم حرف او را به تمسخر میگیرن. در جمع یکی به دیگر اشاره میکنه، همون نفر نیست، دیگر کلک میزنه خودشه.